وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که از 19 تا 22 ینوار سال 2024 در راههای جمهوری 5 صدمه مرگ‌آور رخ داده است. از جمله شب 19 ینوار سال 2024 تقریبا ساعت 22:20 راننده ماشین تمغه تویوتا کرولا سیدوف سیدعلی سال تولدش 2000 ساکن نویه رودکی هنگام حرکت با روی ماشینگرد کوچه خلقوی شهر دوشنبه پیادهگرد شخصیتش نامعلوم جنس مرد تخمینا 30 ساله را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد مذکور جراحت‌های وزن جسمانی برداشته از جانب خود راننده هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. 20 ینوار سال 2024 تقریبا ساعت 15:00 راننده ماشین تمغه وز 2107 ملاخوف عین دین سال تولدش 1954 ساکن نویه بلخی هنگام حرکت در حدود دهه نوروز همین نویه قاعده های حرکت را ویران نموده به سمت مقابل راه برآمده به ماشین تمغه اوپل استرا تحت اداره راننده بختیف خوشوقت سال تولدش 1988 ساکن نویه مذکور برخورده است. در نتیجه راننده ماشین تمغه وز 2107 ملاخو و مسافرش عبدالنظروف هلالدین سال تولدش 2005 ساکن نویه بلخی جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. سپس در بیمارخانه ملاخوف به هلاکت رسیده است. 21 ینوار سال 2024 تقریبا ساعت 15:30 راننده ماشین تمغه اوپل استرا کوگانوف ابراهیم سال تولدش 1988 ساکن نویه یووان هنگام حرکت از سمت جماعت دهات چورگل به سمت جماعت دهات دهنه در حدود دهه مذکور از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده خرسال حکمت الله زاده عبادالله سال تولدش 2018 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه خرسال حکمت الله زاده جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 21 ینوار سال 2024 تقریبا ساعت 13:20 راننده ماشین تمغه BMW یلیاروف شهباز سال تولدش 1999 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت کوچه ابای به سمت کوچه شیروزی در روبروی درآمدگاه بینای گیمنازیوم رقم 4 از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد طالب و معصومه سال تولدش 1968 ساکن شهر ایسورا پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد طالب و جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. و صبح 22 ینوار سال 2024 تقریبا ساعت 06:00 در شورای دوشنبه کولاب در حدود نویه دنغره راننده ماشین تمغه اوپل استرا سیمرود قیومیدین سال تولدش 1991 ساکن نویه فرخار هنگام حرکت از سمت شهر کولاب به سمت شهر دوشنبه از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده به قسمت قفای ماشین تمغه تویوتا کمری تحت اداره راننده جهانگیر مومن سال تولدش 1993 ساکن نویه ووسه که با سبب‌های نقصان تکنیکی در کنار راست راه قرار داشت برخورده است. در نتیجه مسافرزن ماشین تمغه اوپل استرا جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است و مسافرزن دیگر ماشین مذکور ایسای و بیبیسورا سال تولدش 1989 ساکن نویه فرخار جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه و تحقیقات ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آورش پرخطر دانسته می شود. هر سال بر اثر صدمه ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.